الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. الله متعال قرآن کتاب خود را به حمد شروع کرد، به الحمدلله، که به معنای از اینکه تمام صفات الوهیت و خدایی مختص است برای الله است و یکی حمد به این گفته که رب العالمین است، یعنی خالق همه جهانیان است. در سورت کهف الله حمد به این میگه که کتاب خود را برای انسانها روان کردگی است. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. تمام صفات الوهیت از برای ذاتی است که نازل کرد به بنده خود کتاب نازل کرد. ولم یجعل له عوجا. دهی کجی و بطلان و چیزای باطل قرار ندادگی است، کلش به حق استوار است. پیش از این که ما شما در تفسیر قرآن و در خودش داخل شویم، یک چند موضوعات مهم در این باره بیان میکنیم. یک مقدمه است، وی است که وقتی که الله متعال آخرین پیامبر خود را روان کرد، خاتم النبیین را، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدالمناف رسول الله صلی الله علیه وسلم، در کجایی را فرستاد روان کرد؟ در شهر مکه مکرمه. شهر مکه را الله متعال ام القرى میگه. وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها. الله میگه ما قرآن به زبان عربی نازل کردیم تا که تو اصل شهرها را بترسانی و من حولها و کسایی که در چهار اطراف عزیز دیگه شهرها دنیایی که چهار اطراف ام القرى مکه است. مکه فعلا در عربستان سعودی واقع است. حاجی صاحبا که میرن بیت الله همونجا واقع است. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم تولدش در همون پهلوی بیت الله شده، به طرف شرق بیت الله، 100-200 متر فاصله دارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم در نسلش از به اسماعیل و ابراهیم علیه السلام میرسه، یعنی آبا و پدرای سابقش نبی بوده، پیامبر تیر شده. ابراهیم علیه السلام به فرستادن یک نبی در بین عرب ها و مکه دعا کرده بود که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این دعای ابراهیم است. خودش میگه که انا دعوت و ابی ابراهیم، دعای پدرم ابراهیم علیه السلام است. رسول الله صلی الله علیه و عرب بود، زبانش عربی بود و به عربی صحبت میکرد و کسایی هم که در چهار اطراف مکه بود عرب ها بودند. قانون الله است که در یک قومی که پیامبر روان میکند مطابق زبان خودش روان میکند. به می خاطر الله میفرماید که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ما هیچ پیامبر روان نکردیم مگر به زبان قومش. عرب ها شبه جزیره عربستان عرب بود، قرآن به زبان عربی آمده. انا انزلناه قرآنا عربیا. بسیار جای آیات هاست الله میگه ما قرآن عربی نازل کردیم، یعنی به زبان عربی.
وقتی که رسول الله صلی الله علیه و در اونجا تولد شد و بعدا در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد، الله برش وحی کرد. حالات سیاسی او وقت چه قسم بود؟ آیا حکومت ها وجود داشت یا نه؟ قوت ها، نیروهای نظامی کافر وجود داشت یا نداشت؟ خود اهل مکه به چه حالت بودن؟ یک کمی باید ما بفهمیم، این در تصویر در ذهن ما باشد که باز قرآن که شما میبینید که اینمی توی جامعه در تصویرتان است که اسلام میکنه توسط یک فرد کامل که رسول الله صلی الله علیه و است. در اون وقت شبه جزیره عربستان کدام حکومت مستقل نداشت. همین مکه قریش قبایل بودن، قبایل مختلف. در رأس هر قبیله یک رئیس بود، رئیس قبیله، مثل که حال ملک و ارباب میگن، این ملکی قومی، ملکی قومی، ملک فلانه قوم، اینی طور قبایل بود، رؤسای قبایل بودن. اما عرب ها به قریش بسیار احترام داشتند. قبیله قریش در بین از او بسیار خیل ها و قبایل بود. قبیله بود که متولی و متصرف بیت الله بودند. تماما عرب ها به بیت الله احترام داشتند. پیش از آمدن رسول الله صلی الله علیه و چند صد سال پیش اسماعیل علیه السلام اونجا دعوت داده بود در مکه. ابراهیم علیه السلام در خود مکه دعوت داده بود. بعد از ابراهیم و اسماعیل علیه السلام کدام پیامبر خاصی در مکه نآمد. البته در بین یهودی‌ها پیامبران آمدند. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام، داوود علیه السلام و غیره انبیا آمدگی است. در مکه نآمده. مردم مکه سابقه شان این بود، از نگاه عقیدتی و دینی عقیده توحید داشتند. دینشان اسلام بود، توحید، دین ابراهیمی بود. ابراهیم علیه السلام بتار شکستاندگی است، مشهور است. علیه شرک و بت پرستی مبارزه کرده، عقیده توحید بیان کردگی است. عرب ها دیندار بودند، اما دین ابراهیم علیه السلام تحریف کرده بودند. دین ابراهیم علیه السلام چی کرده بودند؟ خوب متوجه بود، تحریف کرده بودند. تحریف چه معنا؟ تغییر داده بودند. چه قسم تغییر دادن؟ از عقیده توحید به چی تبدیلش کردن؟ به شرک. به شرک تبدیلش کردن. بت پرستی 360 بت‌ها را منیز خدا جور کرده بودن، چیزش در داخل بیت الله، حتی یک مجسمه ابراهیم علیه السلام در داخل بیت الله و چیزش هم در اطرافش جور کرده بودن. اثر هر کدامش نام مانده بودن. این فلانه خداست، این فلانه، این فلانه مشکل حل میکنه، این چشم دردی، گوش دردی، پای مرضی، بخت میته، پیسه میته، این میته، این سر هر کدامش یک نام مانده بودن و بعضی مشابه از اونا را در جیبه خودان، در خانه خودان، در هر جای میگشتاندن بطاره. از نگاه عقیدتی شرک محض، طالب بینی و فال بینی و ستاره ها و این تاثیر ستاره ها بسیار به این عقیده داشتن. قرآن میگه عقایدشان. از نگاه اجتماعی بدماشی و زور، هر کی که زور میبود علمو حکومت میکرد. سر زنها بسیار ظلم بود. نکاح های نامشروع وجود داشت. قوم پرستی و قبیله پرستی و اینی افتخار به قوم و قبیله و به سمت و مکان، اینی گپا، داکوگری و بدماشی. از نگاه اقتصادی بسیار ضعیف بودن، هیچ اقتصاد نداشتن. اکثرش چوپان بود، رمچران بود، به خاطر که عربستان 2 حصه‌اش بی آب است، آب علف نداره، 1 حصه‌اش آب علف داشت. از 6% مردمش 5%ش کوچی بود، زندگی کوچیگری، کوچی ها را میشناس، انتقالی از یک جای به دیگر جای، از یک جای به دیگر جای. بعضش به جزیره عربستان در تحت تصرف فارس بود، مثل فارس در وقت ایرانی ها. بعضش هم در تحت تصرف روم بود. 2 ابرقدرت در وقت وجود داشت، 2 قدرت بسیار قوی که اکثریت دنیا در تحت فرمان از اونا بود. یک امپراتور روم بود، دوم فارسی ها بود. فارس امپراتوری یا حکومت قوی فارس، دولت قوی فارس مرکزش در ایران بود. این تهران ایران. مرکز روم 2 بخش داشت. یک روم شرقی بود، دوم غربی. غربیش در ایتالیا بود، شرقیش قسطنطینیه میگن، استانبول ترکیه. ولی روم غربی ضعیف شد نسبت به حملات مختلف، کسا و فارس و غیره حمله کرد. امپراتور روم
حکومت خود به دو بخش تقسیم کرده بود، یکش به یک بچه داده بود، دیگه‌ش به دیگه بچه. حکومت ها اون وقت شاهی و خاندانی بود. بعد روم شرقی بسیار ضعیف شد. روم شرقی بسیار چی شد؟ ضعیف شد. می خاطر ملحق شد به روم غربی. روم شرق خلاص، روم غربی بود که مرکزش قسطنطینیه است. این کشورهای بعضی کشورهای اروپایی و اینا کلش در تحت فرمان نازی بودن. سوریه حتی، مصر در تحت قلمرو از اینا بود. بعضی بخشای شبه جزیره عربستان هم در تحت قلمرو روم بود. یمن و بعضی ساحل دیگهش مربوط فارس بود. عراق و اینجا کلش مربوط چی بود؟ فارس بود. فارس ساسانیان میگفتن، فارسی ها. فارس چی بود عقیدش؟ عقیده از اینا آتش پرستی، آتش تقدس بده، روشنی را، آفتاب، این چیزا را عبادت میکردن. خدای نور و خدای ظلمت میگفتن، دو خدا، یک روشنی یک تاریکی. یا بطال بینی و فال بینی و همین چیزا بسیار عقیده داشتن فارسی ها. نگاه تمدن، تجارت، این گپا و قالین بافی و این چیزا داشتن. صنعت قالین بافی، صنعت طلا و چیزا، پانتونا و این گپا داشتن. ولی از نگاه عقیدتی بسیار عقیده خراب. حتی مردم هم ملزم کرده بودن فارسی ها، کسی که در سایه ما زندگی میکنه باید آتش پرست باشه، زردشت باشه، دین زردشتی. در خود زردشت نظریات مختلف از حکیم بود، آدم خوب بود نبود، ولی آتش عبادت میشد. آتش عبادت میشد. آتش دوانی و آتش بازار و افغانستان هم امیتو زردشت آتش پرست بود. یا ما پاچا و جمشید پاچا و دمی ملخ و اینجا را که ببینید و اینجا هم آتش بازی و اینا میکنن. امی سال اول حمل روز جشنشان بود. این از فارسی آتش پرست ها، مجوسی ها. در قرآن در کلمات مجوس آتش پرست به اونا با کار رفتگیست. والمجوس. کل تاریخ دانا اتفاق دارن که خود زردشت هر چیزی که بود ولی تابعداراش آتش پرست بود. خلاص تا به الحال آتش پرست هستن. همین شب یلدا که میگن نه، میگه ای تو میشوی شو بعد میدانن بسیار میگه تاریکی از ظلمت تاسیس و باز این شو چی میکنن و یگان موسیقی مینوازن و خوراک میکنن، جشن میگیرن، چی کارا میکنن. دا بخیال اول جدی را میگن، میگه این بسیار دیگه چیز است، شب بسیار دراز است، روز کوتاست، تاریکی زیاد است، روشنی کم است، ما خفه هستیم، جگرخونه، باید خوشی کنیم یا کاری کنیم که این شب شوم است. میگه این شب بعد باید خوشی تیرش کنیم، این شب بعد و این جشن کارا میگیرن. یلدا همیال بسیار کشورها شب یلدا و چندین روز است که در 20 روز یلدا کلش تجلیل کرده رایستن، آتش باران میکنن، آتش بازی میکنن. این فرهنگ های از اوناست. روز نوروز تجلیل کردن فرهنگ چی از مجوسی ها. او یک حکومت سالهای سال اونا حکومت کردن. فارس و روم دو امپراتوری، دو ابرقدرت، یکی با دیگر رقابت داشت. گاهی فارس غالب میشد، روم تا یک جای میدوان، تو بس گاهی روم فارس. قرآن از واقعه و جنگای از اونا یاد کرده. سوره روم الف لام میم غلبت الروم، مغلوب شد رومیا، شکست خورد رومیا. در برابر کی شکست خورد؟ در برابر فارسی ها. و هم من بعد غلبهم سیغلبون، و اینا بعد از مغلوب شدن زود است که چشان غالب شان، زورآور شان. فی بضع سنین، در چند سال. لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنین بنصر الله ینصر من یشاء. الله جنگای از اینا یاد کرده. تاریخ الله میگه مقارن ظهور اسلام، همزمان با ظهور اسلام، دو ابرقدرت. خب فارسی ها چیستن؟ آتش پرست، ستاره پرست، آفتاب پرست. ظلم کتابشان اوستا، کتاب زردشت، جامعه را به 3 بخش تقسیم کرده بود. روحانیون، کشاورزان، جنگیان نیروهای نظامی. روحانی اینمی آتش پرستا و ملایشا، کشاورزا دهقانا. اینا دهقان من حیث غلام برده بود، زمینه که میفروختن که دهقانش میفروختن. پاچا، شاهی، خاندانی، پدر، پسر، اینی تو خاندان.
و حتی دعوا میکردن اما امپراتور پادشاه فارس که ما را خدا تعیین کرده، گپ ما گپ خداست، کسی گپ ما را رد کنه گپ خدا رد کرده اعدامش میکردن. کسی هیچ آزادی گپ بیان حق و هیچ، حتی بیان عقیده آزادی هیچ چیز وجود نداره، فقط اطاعت بکن. بسیار ظلم هم میکرد، زیاد مالیات میگرفتن از مردم بسیار به سوتو آمده. خوب این گپا را متوجه باشین خب که پسان در درس میایم که من گفتم فارسی تو باید بفهمین، یک تصویر کلی در ذهنتان باشه. مالیات در اسلام حرام از گرفتنش، اون میگرفت، حتی سر غریب و همه مالیات وضع میکرد. جنگ که میشد، جنگ که روم فارس جنگ میکرد، تمام مصارف جنگ از کی جمع میکردن؟ مردم مالیات زیاد وضع میکرد. مردم بسیار از حکومت سخت جگرخون بودن، پریشان بودن، خفه بودن، ناراض بودن. ناراضی زیاد بود، ناراضی های سیاسی، برادران ناراضی که میگن، نه ناراضی بسیار زیاد. در بخش اقتصاد احتکار، سود میخوردن، احتکار مواد قیمت میکردن باز میفروختن. زنها من حیث برده و غلام استفاده جنسی میشد، خلاص در زن هیچ آدم نمیگفتن، بعضش میگفت هست بعضش میگفت نه. مردم سخت پریشان، خفه بودن، ناراض بودن، جگرخون بودن، انتظار یک انقلاب داشتن که یک حکومت بیای عدالت بخیزه ملیزی، زورشان نمیرسی، به زور سرشان حکومت میکن. و این فارس هم بسیار ایران است، عراق است، بخشای افغانستان است، بخشای کشورهای عربی است، اینی ساعت کلش مربوط. عالم ایرانی ها که زده را ایستن نه در جای میگه ما امپراتوری سابقه را چی میکنیم؟ احیا میکنیم، زندهش میکنیم. پدرای ما میگه حکومت کرده، ایرانی ها حال خدا همی حکومت ایران میخواه کنمو ظلمای کنا که داله نیده سوریه ببینین کشته راییست به این اندازه و نکشته بودن یا میکشت. عمر رضی الله عنه ایران فتح کرده در خلافت خود. اینا خفه هستند که چرا عمر آمد، میگه عمر تجاوز کرد در خاک ما، چرا عمر اسلام رو به ما آورد، به می خاطر عمر بعد میبرن. یکی از دلایل دشمنی از این مردم ایران با عمر چی است؟ این سر خاک ما حمله کرد، حکومت ابرقدرت ما را شکست داد، اینی است. خب این حالت فارس. حالت روم چی است؟ روم ابرقدرت است که حتی در از قدرت روم بود، یکم دفعه فارس غلبه حاصل میکرد. روس مثل که حال امریکا و روس است. اول امریکا خالق میان رقیب نداره، روس چندان چیزی نیست، بعد روس نیست، سابقا هم 2 قطب 3 قطب بود، 2 قطب بودن. اول روس با امریکا، پسان امریکا شد، حال امریکا بعد روس. این تو اول روم بود، باز فارس رقابت داشتن، یکی دیگر شکست دادن نمیتونست. روم چی میکرد؟ عقیده روم چی بود؟ روم هم میگفت که پادشاه را یا چند تا علمای دربار تعیین کرده بود، خدا تعیین میکنه. مولوی ها می آمدن تو را خدا تعیین کرد. گپ امپراتور فرمان بود، فرمانش قانون بود، خودش اطاعت نمیکرد، دیگرها واجب بود، فرض بود که باید اطاعت کنه. عقیده از اونا چی بود؟ نصرانیت، یا به اصطلاح خودشان میگن مسیحیت، عیسویت. یعنی عیسوی نیستن، مسیحی نیستن، خودشان میگن. عیسی و مسیح علیه السلام خو دشمن شرک بود، نه علیه شرک مبارزه کرده. قرآن ما شما میخوانیم. از نگاه عقیدتی اونا میفتن خدا 3 دانه است، 1 تا 3 میفتن، خدای پدر، خدای پسر، روح القدس. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، الله یکی از 3 خدا. این عقیده را داشت. دیگر با طالبینی و فالبینی و اینی حتی یکم جای میگفتن این کارا بکنیم نکنیم، فال و طالب میدیدن. اگر فال خوب میشد خوب، نمیشد نکو کارا. حتی مسائل طبی را تجویز میکردن توسط فال. این گپا اینی آدم مریض است، تداویش بکنیم نکنیم، باش فالش ببینیم. فالش میدید خوب نبود، برش تداوی نمیکردش، میمرد. این تو یک عقیده مزخرف نه در طب فال و طالبینی را داخل کرده بودن. و از نگاه اجتماعی و همی ظلم مثل فارس مشابه است.
در بخش دستاوردهایش کشتی سازی و مرکز کشتیرانی و تجارت کشتی و این چیزا را ابریشم این کارا را میکردن از نگاه مادیات، اما معنویت سالم قطعا وجود نداشت. اونجا هم طبقه شده بود، حتی پارچه های ابریشم هم میبافتن، او را غیر از امی خانواده شاه دیگه کس پوشیده نمیتونست. کارمندای دولتی هم مردم ابریشم پوشیده نمیتونست. وام سود در نظام اقتصادیشان احتکار بود، زنها ارزش نداشتن پیششان، قانونیت وجود نداشت، فقط خود امپراتور خودش قانون بود. مردم از امپراتور روم هم سخت بیزار بودن، ناراض بودن، خواهان یک تغییرات بودن. خواهان چی بودن؟ یک تغییر عمومی که حکومت شکست بخوره، به خاطر که ظلم زیاد میکرد. خود دنیا چند قدرت است؟ روم، فارس، دیگه حکومت های کوچک است، قدرت های بسیار بزرگ. نیروهای روم که به لکها نیروی نظامیش میرسید، بسیار وسایل پیشرفته جنگی داشت. عقیدهشان شرک بود. فارسی هم عقیدهشان شرک. شبه جزیره عربستان چی بودن؟ بت پرست. باز اهل مکه خود را دوستای فارس میدانستند، میگفتن فارس آتش پرست است، بعضی بتا در اوجا بود. ما مینه یار عبادت میکنیم، از نگاه عقیدتی فارس به همراه ما برادر است. فارس با خود نزدیک میگفتن. روم بعد میبردن، زیرا روم که بود مخالف بت پرستی، هم بتا را عبادت نمیکرد. اونا را دشمن میگفتن، فارس دوست میگفتن. کوشش داشتن که فارس سرشان حاکم باشه. اینی حالت دنیا. دو قدرت عقایدی تو ظلم حد موج میزد، عرب ها جهالت موج میزد، شرک پرستی. یک تا مسلمان صحیح وجود نداره. یکم تا بود از یهود و نصارا، بعد مسلمان ها بودن، بعضی ها به دین حق بودن ولی بسیار ضعیف، چپ دانش بسته، گم میزد سرش میزدن. امر بالمعروف نهی عن المنکر هیچ چیز وجود نداشت. دینمی تو حالت خوب متوجه باشین. الله یک فرد کامل روان کرد، خاتم النبیین، و رسول الله صلی الله علیه و سلم در کمترین وقت کار اول تنها شروع کرد. تانست که هر دو امپراتور دنیا را شکست بده کمترین وقت. خودش خب یک نظامی را تاسیس کرد، حکومتی را در کمترین وقت. کسایی را تربیت کرد که در ظرف 20 سال هر دو امپراتوری را شکست داد. بیرق و نظام عدل الهی در کل دنیا بلند شد و دنیا را رهبری کرد. اینا رو فکر خوب متوجه شوین که این یک فرد کامل ای چی کار کرد، چی طریقه داشت که در کمترین وقت دنیا را تغییر داد. حالی که ما شما میگیم ما باید دنیا را تغییر بدیم، میگم تا خنده میکنم، میگه ای اصحابش خراب، چی میگه؟ سعی که ما را میگه دنیا را تغییر بدیم، دنیا را رهبری کنیم، نه؟ دنیا را از ظلم نجات بدیم. ما شما را باید خواب نبره. خب ما شما امت رسول الله هم خدا میگیریم. کسی که دنیا را شکست داد سابقه خوب نداشت، سابقه ظالم و عقیده خوب نداشت. عمر رضی الله عنه ولی اسلام که قبول کرد هم دو چشم دو گوش داشت. ما شما در یو اخذو که در قوی استیم، اراده قوی، ایمان قوی، حرکت قوی، عمل قوی سبب شد که هر دو امپراتور شکست بده. امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه پیامبر نیست، معصوم نیست، یک فرد است، یک مسلمان با همت با ایمان است. یک مسلمان نیست که شکست در برابر کافر قبول نداره. خوب متوجه باشین خب که ما شما بسیار قوت و نیرو داریم، نیروی انسانی داریم، ضعیف نیستیم. ما مسلمان ها، ما که میگیم همین چند نفر نمیگیم، ما جهان اسلام، ما شما ضعیف نیستیم، بسیار قوی استیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فرد کار شروع کرد. اولین آیاتی که نازل شد برش در غار حرا، اقرأ بسم ربک الذی
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. در خانه زیر کمپل خواب بود یا زیر چادر، الله یه آیات را نازل کرد که یا ایها المدثر، ای کسی که در زیر چادر است یا غافل خواب است، قم، استاد شو، حرکت کو، بیدار شو، فانذر، بترسان، دعوت بده. تا که حرکت نکنی تغییرات نمیاد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا. این آیات نازل شد که حرکت کو. و ربک فکبر، ربط عظمتش بیان کو، قانونش، دستورش، فرمانش، قوتش، خالقیتش، مالکیتش، تصرفش در کائنات. مردم نمیشناسن الله را. پیامبر صلی الله علیه و استاد شد، دعوت شروع کرد. در اون وقتی تو یک حالات بود کسی میگه ما آیه دنیا را تغییر میتم، دیگه سرش چی میکرد؟ خنده میکرد، میگه فساد بیزی خرابه، کل دنیای قدرت ها رسه که نیروها رسه که چی میگه؟ یک نفر خیست ما تغییر میتم. رسول الله صلی الله علیه و مکلف شد که دنیا را چهرهش تغییر بده. قم فانذر و ربک فکبر و انذر عشیرتک الاقربین فاصدع بما تؤمر و عارض عن المشرکین. بخی نگنی حالی که مردم بگوی حالات چطور است؟ بسیار خراب است. راه حل چیست؟ میگه وجود نداره. اکثریت میگه وجود نداره. بعض دیگهش میگه داره. چی است؟ غیر دعا گریان دیگه کار نیست. فقط دعا کو، میگه شو بخی گریان کو، دیگه هیچ نمیشه. این یکان فامیلایش است. خب این بسیار آدمایی است که در اسلام پوهندی داره، پروفیسور است در اسلام. چی است؟ پروفیسور، مافوق دکترا و چی و چی و چی. راه حل چیست؟ دکتر صاحب، پروفیسور صاحب، گریان است، دعا است. خلا حال گریان دعا. پیامبر صلی الله علیه و آله چرا قرار در غار حرا میشش گریان کده، دعا کده؟ میگه یا الله این مردم تو خودت دیگه اصلاح کن، من چیز نمیتونم. آیا پیامبر همی تو کرد؟ نه. پیامبر چی کرد؟ حرکت کرد، مبارزه کرد، دعوت کرد. اینجا راه حل هم برتان بیان میشه. بسیار راه حل قوی قرآن بیان کرد. کسی که این راه حل با قرآن میگه، خب بعد از اینکه بگه باور میکنه، کسی قبول نکنه ایمان نداره. الله متعال در قانونش، الله به خود قوانین داره. این نیست که آدمای تنبل، آدمای غافل، آدمای خواب برده که کار نکنه او را پیروز کنه. هیچ وقتی کار نمیکنه. حالت بدی قوم تغییر نمیده تا که خودشان چی نکنن؟ حرکت نکنن. حالت خوبشان هم تغییر نمیده تا که خودشان بد نشن. ان الله لا یغیر ما بقوم. الله تغییر نمیده حالت بدی قومی را یا خوبی قوم، حتی یغیروا، تا که خودشان تغییر ندن. حرکت کو، عمل کو، با دپالوش دعا کو، الله برات میده. حرکت تا مطابق وحی قرآن باشه، مطابق کتاب باشه، حتمی نتیجه میده. رسول الله صلی الله علیه و شما را یک براتان اجمالی گفتم، در کمترین وقت چطور تانست چهره دنیا را تغییر بده، رهبری دنیا را در تحت نظام عدل الهی قرار بده؟ چطور تانست؟ با خاطر که مطابق وحی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و حرکت کرد، عقب نشینی نکرد، خسته نشد، پریشان نشد، همت خود از دست نداد، صابر و ثابت قدم بود. این می نشانه پیروزی است. بسیار حرکت ها و دعوتگرای مسلمان ما و شما داریم. چرا ناکام است؟ زیرا مطابق قرآن حرکت نمیکنه. اگر میکنه تا یک جای میره 10 سال 14 سال 15 سال اعلام میده. چند کردی؟ 14 سال. از او زیاد نمیکنی؟ نه خلاص. 14 سال جاد بس است. میگم بیخی سر ما سفید شد. ما خود تیکدار دین نیستیم، کل کار ما پیش ببریم. یکم تا دیگه بکنم. این تو میگن ها. این تا آدم ها را 10 سال 15 سال 14 سال، نوح علیه السلام 900 سال دعوت داد. چند سال؟ 900 سال. خسته شد؟ نه. دعوتشان ببینی. نوح علیه السلام در قرآن چی میگه الله؟ انی دعوت قومی
لیلا و نهارا. شبم دعوت دادم، روزم. ما شما شب روز دعوت میتیم؟ نه، روز یک چند دقیقه خلاص. حوصله دعوت هم نداریم، دو تا گپ دیم جنگ میکنیم، تاپی خدا میکشیم، خراب تاپیش میکنیم، کافر هستیم، مشرک. حالا این کار ما شما تربیت نشدیم، باید خدا جور کنیم. خب هدف ما است که باید ما خدا چی کنیم؟ جور کنیم، مثل صحابه، مثل عمر رضی الله عنه، مثل ابو بکر ماشاءالله، مثل عثمان، مثل علی، مثل عبدالله بن مسعود، مثل خالد بن ولی. باید خدا جور کنیم. خب خسته نشیم، ناامید نشیم، پریشان نشیم، از وحی عقب نشینی نکنیم. حتمی پیروزی است، حتمی پیروزی، کامیابی حتمی است. الله در قرآن در 10 جای، 20 جای، 100 جای بیان میکنه یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. اگر الله را دینش نصرت کردین، دعوت مبارزه میاست. ینصرکم، حتمی شما را الله نصرت میکنه و یثبت اقدامکم. اگر نصرت بکنین، کار کنین، اگر کار نکنی الله کار هم تو ذلیل، مردار، محتاج، هر طرف زده میشی، کشته میشی، برده میشی. یعنی میان در عالم ببینی هزارات تا را کشتن، هزارات تا را تجاوز کردن، هزارات تا را درد دادن، چیز در دست ما نه، غیر از گریان کو خلاص، یا یکم دعا کو خلاص. اینمی تو ذلیل هستی، میبینی. باید ما شما در زندگی خود تغییرات بیاریم. رسول الله صلی الله علیه و دعوت شروع کرد. خلاص شال براتون میگم، چند سال در مکه بود؟ 13 سال در مکه بعد از رسالت و بعد از بعثتش. 13 سال در کجا دعوت داد؟ در مکه و اطرافش، مکه و اطرافش، طائف و غیره. و 10 سال هم در کجا؟ در مدینه. زندگی رسالت پیامبر، دعوتیش، مبارزش علیه ظلم و فساد و کفر و شرک و ظالما 23 سال. 13 سال در مکه، 10 سال هم در مدینه منوره. فاصله در بین مکه و مدینه به حساب کیلومتر چقدر است؟ 450 کیلومتر. بلاتش به اینجا که مزار بوری. این از وطن خود رسول الله صلی الله علیه و به خاطر تطبیق اسلام چی کرد؟ ترک کرد. کجا رفت؟ مدینه. هجرت کرد، مهاجر شد. صحابه هم هجرت کرد و در سرزمین هجرت رسول الله صلی الله علیه و وفات کرد، دفن شد. اکثر صحابه هم اونجا شهید شدن، دفن شدن. بهترین مخلوقات رسول الله صلی الله علیه و در سرزمین، حالا میگن دیار غربت، مسافرت و هجرت، اونجا دفن شد. پس در وطن خود نامد. به خاطر چی؟ دین الله، نظام الله، حکم الله. به خاطر ازی بعد 13 سال دعوتش 3 مرحله داشت. مرحله مخفی پنهانی، زیرا کل کافر مشرک بود. علنی گپ میزدی میکشتد. با حکم الله کسایی را دعوت میداد که استعداد پذیرش حق دو بود، طلبگار حق بودن. بعضی همی تو از چهرهش فهمیده میشه، ضد و عناد نداره. سر امو کار کن، سر اون کسایی که ضدی و عنادی هست، سر از او وقت تضایع نکن. و در 3 سال دعوت مخفی یک جمعی از جوانان را تربیت کرد. 17 18 19 20 21 22 25 یکم تا پیران بود 52 ساله. عمر رضی الله عنه 26 سال یا 27. ابو بکر که مسلمان شد 36 سال بود. 36 سال هم جوانه. رسول الله هم کوچک بود. و همین قسم دیگه صحابه را، سعید ابن زید 17 ساله و عثمان 21 ساله و همین تو یا 20 ساله بود. این همین تو جوانا، جمع جوانا تربیه شد. این تو تربیهش کرد کوره نمیگم دیگه. او یک باز میاید ایگام جای دیگه میگم براتون. این تو یک تربیهش کرد که اسلام من حیث خون در رگ‌هایشان جریان پیدا کرد. جانش میگرفتی آسان بود، ولی ایمانش، عقیدهش، حرکتش مانع شده نمیتونستی. این تو تربیه کرد. بعد از او دعوت به مرحله علنی رفت. در مرحله علنی نظام عقیدتیشان رد کرد، نظام خانوادگیشان، اصول و رواجهای اجتماعیشان، اقتصادیشان به شدت ردش کرد. باز میخوانیم میره.
این کل سوره مکی است. اونا چی کردن؟ از سه حربه کار گرفتن، سه وسیله. اول تبلیغات کردن، این جادوگر است، این ساحر است، این خارجی است، این چیزی کتاب‌های بد بود میزدن که مردم بدنام شود، کسی گپش گوش نکنه. این بیفایده شد. ولی یا پیامبر صحابه قبل نشینی نکرد. بعد از اون چی کردن؟ شکنجه را شروع کردن. این را بزن، او را بزن، دست قطک و پای قطک و حتی بعضی را شهید کردن. اولین کسی که در اسلام شهید شد سمیه، بی سمیه. خانم بود، زن بود، آفرینش. اولین کسی که اسلام هم قبول کرده زن است، بی خدیجه رضی الله عنها، خانم رسول الله صلی الله علیه وسلم. و اولین کسی که قربانی هم داده در اسلام کی است؟ زن است. حال زنها را ببینی، اولین مفسد روی زمین چیزی خرابی را میکنه زن میکنه. نه زنای خوب بسیار کم است. چرا ما شما ایتو نبود؟ چرا زنها را، دخترای خدا، خواهرای خدا، مادرای خدا تربیت کنیم؟ ما شما یاد گرفتیم باید. خانمای خدا باید تربیت کنیم. خوش هستیم که آرام باش، بخو خوش شو، این زندگی نیست. سمیه را بسته کرده بود، گفت دینت بگرد، تف کرد در روی ابو جهل، کافر بیدین، شمشیر کشید زد در دلش. حالی یک زن یک سلیده بگو دیگه در اینجا در درس نروید، یک سلیده اگه آمد دیگه پیدایش نمیکنه. این تو زن بود. شوهرش یاسر جان خدا از دست داد، شوهر سمیه، عمار ابن یاسر رضی الله عنه. شکنجه ها دادن، مسلمان ها مجبور شدن هجرت به حبشه کردن، تسلیم نشد. پس آمدن باز رفتن. وسیله دیگه تحریم اقتصادی، رزقشان کم کرد، از هر طرف خرید و فروش سرشان بند کرد. حالی که میکنن مسلمان ها 3 سال در شعب ابی طالب مثل که در بندی خانه باشی، نان نمیاد، ولی تسلیم نشدن. تا اینکه رسول الله هم اهل مدینه را دعوت داد و زمینه مساعد شد برای هجرت به طرف مدینه. سوره مکی را که ببینین کلش سر مسلمان ها زجر، شکنجه و تکلیف، الله به صبر و حوصله دعوت میده. سوره مکی پیش از هجرت تمام سوره ها را مکی میگن. سوره های مدنی کدام سوره است؟ بعد از اینکه مرحله سوم دعوت رسول الله صلی الله علیه و مدد خواست از مسلمان ها، کسایی را تربیت کرد در مدینه. اونا را گفت که بیاین بر ایجاد یک نظام، یک جامعه، یک حکومت کار کنیم. اونا تسلیم شدن. خب اونا چی کردن؟ اونا اهل مدینه، انصار میگن اهل مدینه را، نصرت کردن کی را؟ مهاجرین. زیر رسول الله از اونا نصرت خواست، کمک. اهل مدینه را مهاجرین میگه. و قرآن یاد میکنه از هر دو گروه، و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعهم باحسان رضی الله عنهم. الله میگه از این انصار و مهاجرین راضی است، الله از اینا راضی است. و اعد لهم جنات، الله برای اینا جنت ها را آماده کرد. ایناله در مدینه که پیامبر صلی الله علیه و آمد، خوب متوجه باشین، حکومت جور شد، جامعه، حکومت، قوت، نظام، ارتش، لشکر. سیاست داخلی رسول الله صلی الله علیه و در حکومت چی بود؟ تطبیق اسلام. سیاست خارجیش دعوت و جهاد. به می خاطر وقتی که مسلمان ها در مدینه آمدن احکام نازل شده. حال ما شما سورت فاتحه را می خوانیم، بعد از این بقره. در سورت بقره ببینین عقاید است، احکام عقیدتی، احکام معاملات است، احکام سیاسی است، احکام خانوادگی است، احکام اجتماعی اقتصادی. یعنی قوانین سیاسی، قوانین اقتصادی، قوانین اجتماعی، قوانین خانوادگی است. چرا یا نازل شد؟ زیرا مسلمان ها قوت داشتن که نازل میشد تطبیقش میکرد. پیش از اون احکام نازل نشده بود، به خاطر که مسلمان ها دارای قوت و نظام نبودن. و الله به خاطر بقای حکومت و نظامی که مسلمان ها را توفیق داد ایجاد کردن، احکام روان کرد. اگر میخواین حکومتتان قوی باشه، با ثبات باشه، شکست نخوره، از این اصول پیروی کنین. اگر نکردین حکومت از دست میتین. و همونطور شد تا وقتی که مسلمان ها به قرآن اسلام چنگ زدن، حکومت داشتن. حکومتی را که رسول الله صلی الله علیه و جور کرد، چند سال دوام کرد؟ 1300 سال، 13 قرن ادامه پیدا کرد. 13 قرن. اگر که در رأسش کسای آمده که ضعیف و سست و اینا بوده، ضعیف الایمان اینا. 30 سال خلفای راشدین بودن، 30 سال
یا دنیا را فتح کردن. بعد از این 92 سال اموی ها بود در خلافت. چند سال؟ 92 یا 93 سال. خاندان معاویه رضی الله عنه، معاویه و اموی ها اسلام در اروپا رساندن. خلفای راشدین در آسیا بخش افریقا، اینا افریقا را هم فتح کردن، در اروپا هم رساندن اسلام، آسیا را هم فتح کردن اموی ها. یعنی اونا خلفا نبودن ولی از خلفا که بسیار پیشروی کردن. باید تو یک حکومت ماشاءالله بخوانین تاریخ که تعجب میکنید. بعد از این خاندان عباسی ها آمد. عباسی ها اموی ها تا 132 در قدرت سیاسی مسلمان ها بود، دنیا را رهبری میکرد. بیش از 100,000 ارتش جنگی داشتن، خاص نیرو. اولین کسایی بودن نیروهای دریایی و کشتیرانی را جور کردن اموی ها. بعد از این عباسی ها، عباس کاکای رسول الله، خانواده و به نظر ما شما اهل بیت هستند و میگفتن هم که ما اهل بیت هستیم. اینا از 132 هجری تا 565 هجری 524 یا 25 سال اینا در قدرت بودن. بیش از 5 قرن اسلام تطبیق کردن. 5 قرن، 500 سال، کم گپ نیست. تو مسلمان ها در خلافت از اینا اقتصاد بالا، فرهنگ بالا، سیاست بالا، تو قوی بود. مسلمان ها حد نداشت. از کشورهای اروپایی اینجا می آمدن، در سرزمین های اسلامی تحصیل می کردن. بورس یک اروپایی آلمانی که می برآمد که می رود در مصر و عراق به درس، از خوشحالی در جان خود جای نمیشد. به ما بورس آمده. حالا که در اینجا بورس بیاد برای یکی بس امریکا، هیچ شو خوابش نمیبره. از امریکا بورس آمده، از آلمان بورس آمده، نه؟ هالند بورس آمده به ما. او وقت با اونا از این طرف بورس میرفت. حالا ما این تسهیل هستیم که از اون طرف بورس ها بیاید، نه؟ هیچ چیز. این ذلت هست. ما باید بورس بتیم به اونا، نه اینکه اونا به ما بتن. و بعد از او خلافت عثمانی ها، ترک ها، الله قوت به ترک ها داد. 700 سال در قدرت بودند. در سال 1924 میلادی 1924، یعنی تقریبا 100 سال پیش و خلافت چکت سقوط کرد. نظر به عوامل گناهایی که دست خودشان شده بود. بعد از اون ما شما کدام حکومت واحد و کل سرزمین های اسلام یک کسی از این میشه که حرکت میکرد، نه؟ تا اسپانیا را کسی چیز نمیگفت. دلش پیاده میرفت، دلش در خر میرفت، دلش در اسب میرفت، دلش در قاطر میرفت. کسی گفتهش نمیتونست کجا میری. تابعیت مسلمان خلاص. های تا مسکو میرفتی، تا ساحل چین میرفت، پاکستان اینجا. حال ما شما را چی کردن؟ در قفسچه انداختن. افغانستان یک قفسچه، پاکستان دیگه قفسچه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، عربستان قفسچه هست. از اینجا اوسوشو مرا چیتا پاسپورت بتی ای بتی او بتی. حال پاکستان خب پاسپورت هم در میته چیر میکنه. کابله اچرت ازی شیخه اوسو میری ایران، کمی موتر تیز که ایران میرسه. ایسو میری تاجیکستان، این نمیمانه. اوسو میری ترکمنستان نمیمانه. اوسو میری ازبکستان نمیمانه. اوسو میری چاینا. عربستان خود کل اگر اجنبی میگه، غیر از خودش یا هیچ آدم نیست پیش از اونا کسی اجنبی. حال ما یک قفسچه هست، نیست بندی خانه است افغانستان. چرا نمیتونم من آزاد بگردم؟ من در قفسچه انداختم. کل ما شما را در قفسچه انداختم. کشورهای اروپایی که بری بگه چی کار است افغان، او گمش که میگه بیخی پس برو. اونا خواهیچ مسلمان نمیمانید. حتی می کسایی که اینجا هستند در این سرزمین نامش چی ماندن؟ افغان. پیش از او خراسان به افغانستان خود دوران کی شد؟ احمد شاه بابا، نه؟ این سرزمین نامش افغانستان در کدام دوران شده؟ احمد شاه بابا. افغان شد. حالا هر کی میگه افغان، کلگی میگه افغان، سرزمین افغان، افغان. یکم تو را بگوی چیستی؟ میگه من اول افغان هستم باز مسلمان. افغانیت
این قوم 5000 ساله تاریخ داره. این تو میگه افغان ها 5000 ساله تاریخ. اگر اینمی مسلمان های سرزمین که افغان میگن، ایران چی است؟ دری زبان فارسی زبان. این چی دیگه در مذهب چیز؟ شیعه تشیع. اینمی شیعه ما افغان ها که اونجا میرن قبولش نداره. چیستی؟ افغانی کثیف برای میگن. نشو تا 4 منزله زیر میپرتش. دیدین شما 4 منزل کارگر زیر انداخت. امیال هر روز میزنه میکنه. من چم 300-400 نفر میکشم. اون در اینترنت اینجا ببینیم پشتایشان سیاه گشتگی چنان میزنن. یا اگه گفت که ما شیعه هستم میگه برو در سوریه جنگ کو، مسلمان بکش. نمیکشی برو گم کو خدا. اگه پشتونای ما میگه ما پشتو زبان هستم، کجا میری؟ پاکستان. پاکستانی ها را میگه خیبر پختونخوا نه، حالا شما پشتون نه، تا کابلی میگه، کابلی اوزه. هرچی میگه زد پختانه ام پختون نه، منم میگه زد پختونیم نه، تا افغانیه و افغان ها مقنم میشناسن کابلی میگه، کابلی زد کابلیه پل ملک تازه. دیده که چنان زدن دادن مهاجرین 40 ساله را کشیدن. 40 سال اونجا بود زده کشیدن، بندی کده، امیال بسیاریش بندی است. کارت مهاجر کارت 40 ساله پیش است، او ریچ کرد میگه بیار پاسپورت. مردم امیال میاین بیچاره، امیال آمده را ایستن در زمستان جایی نداره. روسا اینجا حمله کرد، اگر این مردم سرزمین جهاد نمیکرد پاکستان حال اینجا روس شده بود. روس حال اینمی مردم همی برادرایشون مدینه رسای که انصار مدینه را باید میخوانین صفتایشون که مهاجرین زمین های خدا نبرش دادن. حکومت پیش مهاجرین بود دعوا نکردن. بعد از رسول الله سر قدرت کی رسید؟ انصاری رسید یا مهاجر؟ ابوبکر مهاجر بود، عمر مهاجر بود، عثمان مهاجر بود، علی مهاجر بود، معاویه مهاجر بود و همین قسم اموی ها کلشان مهاجرین است. عباسی ها کلشان. انصاری نخیست که بگوی حکومت با ما بتی. او چی بود؟ ایمان بود. اوجا قوم موم نبود. هر کس اسلام تطبیق میکنه خلاص. این حکومت های فعلی را ببینی توبه، اسلام را ببینی و یا را ببینی خندت میاد. گپ از اسلام باشه خیست میزنن ما مسلمان است. قوی ترین مسلمان های جهان میگه ماستیم. همی افغان ها همی میگه. بقره گفته بودن که دنیا چقدر؟ در یک چا بود. گفت کل دنیا اینمی است، هوا است. گفتن نه تو در چاستی. چا بکشیم زمین سعی که خوش کرد کلان جایه. ولی افغان هم چیزی رو ندیدن. خب میگن از ما کده قوی، از ما کده این نیست. تو برای بیرون تو چیزی رو ندیدی، از دنیا خبر نیستی. چی هستی تو؟ این خدا تعریف میکنن، خدا بزرگ نمایی میکنن، چیق میزنه از خردش گرفته تا کلانش. خب هستیم ما چی داریم؟ هم میاله هیچ چیز نه. نه اقتصاد داریم، نه حکومت قوی داریم، یک نظام قوی داریم، نه عدالت داریم، نه اسلام صحیح تطبیق میکنیم. هیچ چیز نیست. نه علم قوی داریم. نه گپ ما او در کجاست؟ تابال ما خود نشناختیم ما کیستیم، در کدام درجه هستیم. نه که باز کار کنیم. ما اگر تاجیکای ما بعض اینی قوم دمی سرزمین است تاجیک است، نگاه ملیت و نژاد در تاجیکستان بره قبولش نداره، میگه افغان هستی برای. ازبکای ما در ازبکستان میره قبولش داره؟ نه ازبک هستم میگه برو. میگه ترکمن داریم، ترکمن تبارای ما در ترکمنستان میره قبولش نداره. او تاجیکا اینجا میره قبولش نداریم، او پشتونای اونجا اینجا میره ما قبولش نداریم. این ما شما را زدن این طور کردن، توتا و پرچه کردن. تا که ما شما این توتا و پرچه های خود از بین نبریم، یک وجود واحد نشیم، یک پیکر واحد نشیم، رسول الله هم اینمی گپا را از بین برد که دنیا را رهبری کرد. همین گپا را از بین برد. خب شما اینا لفهمیدین که قرآن وقتی نازل شد، پیامبر وقتی آمد که در دنیا چند امپراتوری است؟ 2 دانه بسیار کلام. عرب ها وضعیتش چی است؟ فارسی ها در چی وضعیت است؟ رومی ها در چی وضعیت؟
أيا دارها حييت دارا ومن